این جمله رو به انگلیسی بگو. موندم که برم یا نرم. ببین خیلی ساده. آقا موندم یعنی نمیدونم دیگه، درسته؟ اون نمیدونم چی میشه به انگلیسی؟ بگو بلدی. باریکلا، میشه I don't know. حالا نمیدونم که یه کاری رو بکنم یا نکنم. فرمولش اینه، می نویسیم whether to، اون فعل آخرش میذاریم or not. باریکلا. حالا این میگه برم یا نرم، کافیه توی این جای خالی رفتن رو بذارم. آقا رفتن، باریکلا، میشه go. پس کل جمله من میشه I don't know whether to go or not. موندم که برم یا نرم و تمام. به همین سادگی. حالا شما توی کامنت ها اینو برای من انگلیسی تایپ کن. موندم که بمونم یا نمونم. همین رو کامنت کن. برای آموزش های بیشترم پیج اصلی منو حتما دنبال بکن.